گلچین هفته. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عید بویی ز جان ما دارد، بر جهان همچو جان مبارک باد. بر تو ای ماه آسمان و زمین، تا به هفت آسمان مبارک باد. سلام. امروز هم کلام والای مولوی همراه آواز مرزیه با آهنگی از محمد رضا لطفی مطلع گلچین نوروزی ما بود. 27مین برنامه گلچین هفته را در اولین جمعه سال نو به عاشقان موسیقی ایرانی تقدیم می‌کنیم. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگو می‌شناسیم. از این استاد شاعران چند رباعی با صدای نادر گلچین می‌شنویم. با آن که دلم از غم هجرت خون است، با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو ز غم افزون است، شادی به غم تو ز غم افزون است.
کنم هر شب و گویم یارم. هجرانش چنین است وصالش چون است. هجرانش چنین است وصالش چون است. گروه شیدا رنگ اصفهان ساخته درویشخان را برای شما اجرا می کند. هر یک از ترانه‌های قدیمی را که میشنویم شور و حالی خاص خود دارد و اگر در احیای آنها همتی نشود بیم آن است که یکسره به فراموشی سپرده شود. به این ترانه زیبا با تنظیم فرامرز پایور و صدای شجریان گوش کنید. بهار دل کش رسید و دل به جانم باشد، از آن که دل بردم به فکر من باشد. در این بهار ای سنم بیا آشتی کن که جنگ و کین با من از این رها باشد.
که با این دل عزیز تو عهد و بستی حبیب من باز حبیب من چرا نشستی چرا دلم را عزیز من از کینه خستی اگر که با این دل عزیز تو عهد و بستی حبیب من بار حبیب من چرا نشستی چرا دلم را عزیز من از سینه خستی بیا در برم از وفا یک شب شب تازه کن عهدی جانم که بشکستی که بشکستی در نخستین برنامه نوروزی گلچین هفته ترانه بیرجندی عزیز را با صدای سیما بینا شنیدید. یک بار دیگر به این ترانه زیبا گوش بدهید. خودش میدونه چون تنهای تنها که تنها بلا یه جان
حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست دیدارم، به خدا دوست دیدارم. گل سرخ و سفیدم دست به دسته، عزیز بشی به کنارم، میون سنگ مرمر ریش بسته، عزیز بشی به کنارم. الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشی به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم، به عشق بیقرارم، به تو طاقت ندارم. حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست دیدارم، به خدا دوست دیدارم، به خدا دوست دیدارم. رنگ ابوعطا ساخته استاد علی اکبرخان شهنازی را با اجرای گروه سماعی بشنوید. محمد گلریز خواننده جوانی است که در کلاس آواز رادیو زیر نظر استاد ادیب خونساری تعلیم می‌گیرد. تصنیفی قدیمی را با صدای محمد گلریز به همراهی گروه شیدا می‌شنویم و توفیق بیشتری را برای این خواننده جوان آرزو می‌کنیم. شنیدم
چهار مضراب دشتی اثر استاد ابوالحسن صبا که به نام کاروان معروف است، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی و محمد اسماعیلی اجرا کردند.
ترانه میلاد جوانی را که همکاران ما از رادیو تلویزیون فارس مرکز شیراز برای ما فرستاده بودند شنیدید. امروز هم با صدای افسر خواننده جوان شیرازی ترانه دیگری داریم به نام یار کازرونی. با تشکر از همکاران مرکز شیراز به این ترانه محلی گوش می‌کنیم. Yeah.
گروه شیدا در گوشه راک از دستگاه ماهور رنگی اجرا کرده که با هم میشنویم. ترانه قدیمی گریلی تازه ترین ترانه است که با صدای شجریان ضبط کرده ایم.
رنگ سگاه اثر رضا محجوبی را با اجرای گروه سماعی بشنوید. ترانه است از استاد امیر جاهد که با تنظیم فرامرز پایور و صدای خواننده جوان سروش ایزدی اجرا شده است.
حکایت گل بود مشق طبیعت. تو در گلستان حکمت گشا دیده خبرت وزین دو دستور ارشاد ببر ای به حقیقت. کنون که پی بردی به اسرار وجود، بدان که مقصود از وجود تو چه بود، که از ازل بودی یا هستی چه کنون، چه حاصل آوردی از این بود و نبود. تو زین معانی چرا ندانی که زندگانی آنیست آنیست، نهی به کوری قدم به موری که چون تو جانش جانیست. بگو که محبوب تو کیست، زین چیست کمال مطلوب تو نوش یا نیست، یا به حقیقت جاهل یا به طریقت درویش، یا به حقیقت جاهل یا به طریقت درویش. امروز هم که آخرین گلچین نوروزی ماست، برنامه را با ترانه مینوش به پایان میبریم. مینوش که خورشید به میخانه درخشید، مینوش
که گل کرده ز مستی رخ خورشید. این میز بهشت آمده این جام ز جمشید. مستی کن و اندوه جهان را ببر از یاد. مستی کن و اندوه جهان را ببر از یاد. سرمستی ما آخرین برنامه نوروزی ما به پایان میرسد. امیدواریم مجموعه برنامه‌های نوروزی ما را شنوندگان صاحب دل پسندیده باشند. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.